یکی از تکنیک‌های خیلی قوی پاکسازی ذهن و روح دوش پرانای سبزه. این تکنیک کمکت میکنه هم ذهنت پاکسازی بشه، هم انرژی بیشتری دریافت کنی. همین که خیلی از بیماری هایی که داری و منشأشون ذهن و درونت هست رو کمک میکنه که پاکسازی و درمان بشه. اگر دوست داری انجامش بدی پس با من همراه باش. اول سعی کن که توی یک محیط آروم بشینی، ارتباط تو با دنیای بیرون قطع کنی، یعنی سر صدا نباشه، صدای تلویزیون، تلفن یا هر چیزی رو قطع کنی و در کمال آرامش این تکنیک رو انجام بدی. مهم نیست که دراز کشیدی یا نشستی، فقط مهم اون حس آرامشی هست که داری، یعنی جایی باشی که در آرامش کامل باشی. اگر نشستی سعی کن کمرت صاف باشه، تکیه بدی و در حالت درازکش هم همینطور یک جایی که آروم باشی و آرامش داشته باشی. میتونی 4 زانو باشی، میتونی روی یک صندلی بشینی و پاهات با کف زمین در اتصال باشه. آروم با من شروع کنین. چشماتون رو ببندین، کمرها صاف، تکیه بدین و با تنفس عمیق شروع کن. یک نفس عمیق از راه بینی که اکسیژن رو به داخل ناحیه شکم و دیافراگم میکشه. شکم جلو میاد، ریه ها پر اکسیژن میشه. چند ثانیه مکث کنین، بعد آرام این نفس رو از راه دهان خارج کنین. این کار رو 3 بار تکرار کنین. به این کار میگن که تنفس عمیق شکمی یا تنفس پرانیک. حالا چشماتون رو ببندین. تصور کنین که توی مکان زیبا، آرام و دلنشین هستی. آرام آرام نفس میکشی، ریتم تنفست نرماله. حالا تصور کن که از بالای سرت یه نور سبز رنگ وارد میشه. آرام آرام داره بدنت رو میگیره، یعنی از سر شروع میکنه، ناحیه صورت، گلو، قفسه سینه، شکم، دستها، پاها. بدنتو نگاه کن، یه نور سبز رنگ میبینی که تمام وجودتو احاطه کرده. همین جوری که این نور از بالای سرت رو به پایین داره حرکت میکنه و توی بدنت داره به گردش در میاد، با خودش آلودگی ها، افکار منفی، بیماری ها، همه رو داره با خودش جمع میکنه و میبره پایین تا جایی که همش جمع میشه و از کف پاهات به جای نور سبز رنگ روشن یه نور سبز تیره خارج میشه. این کار رو 2 تا 3 بار تکرار کن. توی هر بار تصور کن این نور از فرق سرت وارد میشه، داره بدنتو میگیره و همزمان که داره پایین میره تمام آلودگی ها رو داره با خودش پاک میکنه و در نهایت از کف پاهات خارج میشه. هر زمان احساس کردی که یک آرامش نسبی رو داری حس میکنی، این دفعه تصور کن یک نور آبی ملایم خیلی خوش رنگ دوباره از فرق سرت وارد میشه. این نور آروم آروم داره صورتتو میگیره، گردن، قفسه سینه، شکم، دستها و پاها. این نور آبی که وارد بدنت شد اومده کمک کنه اون حس آرامش و سلامتی رو توی بدنت تثبیت کنه. اگر این کار رو با 1 بار انجام دادن اون حس رو نداشتی، هیچ اشکالی نداره. میتونی روزهای مختلف و مداوم تکرارش کنی و از این نتیجه های عالیش استفاده کنی. شاید توی بار اول نتیجه خوبی نداشته باشی، اما به مرور که تکرارش میکنی این حس آرامش رو بهت میده. حتی زمانی که حس میکنی یه موضوعی عصبانیت کرده، یه موضوعی ناراحتت کرده، باز از همین تکنیک میتونی استفاده کنی. مرسی که تا الان همراه من بودی و به آرامشت اهمیت دادی.